این گروه ساکنان محله ارغوان ناحیه سینای دوشنبه از تخریب بخش از ورزشگاه مکان زیستشان نگرانی دارند. ورزشگاه از 1963 بنیاد افتگی محله ارغوان در محله ما داخل میشه. این ورزشگاه محله ما بود. انا ساختمان همین از 2009 هم یک ساکن هم انشاءاتش سر کرد همینجا آمده با امر رئیس شهر و سپارش رئیس شهر، رئیس ناحیه سینا و امر پروکرور ناحیه سینا همین ساختمان هم مردک برطرف کرده شد. متاسفانه هم سالهای نزدیک با همین 2022 هم ماهای اوگوست همین مردک با حجت کرده است. حجت یگان حجت نشون نمیدهد به ما، یگان پیشنهاد نمیکنند. ما میگیم حجت ها نشون ده، یگان حجت به ما پیشنهاد نمیکنه. این یگانه ورزشگاه محله است. ساکنان میخواهند از تخریب قسمی آن سری وقت پیشگیری شود. مراجعت هایشان به مقامات طور خود ساکنان گفتند تا حال نتیجه نداده است. ما با مقامات اجرایی شهر دوشنبه مراجعت کردیم. ما جواب دادند که زمین ملکیت ناحیه ورزاب می باشد. با ورزاب مراجعت کردیم. ما با ناحیه ورزاب 2 مرتبه رفتیم با قبول رئیس ناحیه، 2 مرتبه اون کس را متاسفانه نیافتیم. با پروکراتور جنرالی نیز مراجعت کردیم. انا 22 نوامبر یک ماه است جوابش ما میریم جوابش تا حالا جواب نگردوندیم. آنهایی که در اینجا کارهای ساختمانی را سر کردند ایده‌های ساکنان را به اساس خوانده میگویند برای بنیاد منزل همه حجت‌های لازمه را دارند. سندهای رسمی برای بنیاد منزل را پیشنهاد کردند ولی از صحبت خودداری نمودند. از بحث دو جانب مسئولان جماعت چهارباغ ورزاب که ورزشگاه به حدود زمین‌های آن داخل می‌شود آگاهی داشتند ولی کسی حاضر نشد در رو برای دوربین آزادی صحبت کند. در حکومت ورزاب شکایت ساکنان را به اساس خوانده تاکید نمودند که قطعه زمین برای بنیاد منزل پیش بینی شده است. قطعه زمین مذکور در اساس قرار رئیس جماعت دیوت چهارباغ از 27 نوامبر سال 2006 به شهروند شفیع و گلیزار جدا کرده شده است. اینچنین با شهادتنامه درباره با قیدگیری مال ملک از 13/05/2009 قانونی گردانده شده است. تجهیزات هایی که ساکنان محله ارغوان در آن نصب نمودند در قطعه زمین از یاوهگی شهروند شفیع و گلیزار به یگان حجت تصدیق کننده می باشد. از این لحاظ شهروند شفیع و گلیزار به پروکراتور مراجعه نموده است. از جانب پروکراتور امر اویدی به تاخیر برطرف نمودن قانون ویرانکنی وارد شده است در مقامات. از جانب کمیسیون دائمی عمل کننده قطعه زمین به حالت اولیه برگردانده شد. ساکنان دعوا دارند که این قطعه زمین را سالهاست همچون ورزشگاه استفاده میبرند و میخواهند مقامات نیز آن را رسما ورزشگاه اعتراف کرده حجت گذاری نمایند. محله ارغوان ناحیه سینا بیشتر از 1000 نفر اهالی داشته نزدیک به بازار کوشانیان پایتخت جایگیر است. بحث‌ها اطراف تخریب ورزشگاه در گوشه‌های گوناگون کشور در گذشته نیز بارها صدا داده است.